بر سر تابوت من گریه نکن ای بی‌وفا. من جوان نامرادم، این بود تقدیر من. انشالله که یک عید پر از خوبی و خوشی کنار خانواده های عزیزتان داشته باشید. امروز شنبه اول عید قربان هست. ما امروز 15 از گوسفند ذبح میکنیم از طرف وطندارای نازنین خود. اعضای بیننده، از طرف آقای صاحب گوهری از کشور امریکا که مبلغ 14700 افغانی روان کرده که ما یک گوسفند خریدیم. از طرف سید آمد از آلند که مبلغ 1,50,000 افغانی روان کرده که ما در از گوسفند برش خریداری کردیم. گوسفند از طرف آقای صاحب گوهری است. خداوند قبول بکنه ان شاء الله. بسم الله کنه که ما در از گوسفند بر از نا خریداری کردیم. این گوسفند از طرف برادر ما سید آمد آقا هست. دور از گوسفند ذبح میکنیم از طرف خانواده مستوی. بسم الله بکنید بخیر. گوسفند عبدالتواب، خانهش آباد، خداوند قبول بکنه قربانیشه. اینمی گوسفند عبدالتواب است، ببرید بخیر. استاد قصاب سید جلیل آقا، دهید به گردنت است، گردنت بسته میشه. عادلانه قبرها را جدا ماندیم، اینا را واقعا کو 1 کیلو. سربلندی ابراهیم، سربلندی ابراهیم، آرامش اسماعیل، آرامش اسماعیل، امیدواری آجر، امیدواری آجر، عطر عرفه، عطر عرفه، برکت عید قربان بر همگان مبارک. وطندارای نازنین، بیننده های نهایت معزز، سلام. انشاءالله که سعادتمند و سعادتمند باشین، لباس خوشی و عزت بر تن داشته باشید. هر جا که هستین، در هر گوشه از این کره خاکی که زندگی میکنید، الهی زندگی به میل دلتان سپری شود. آبتان سرد، نانتان گرم و ترتان سالم و سفره‌های رنگین و رنگین تر داشته باشید. عیدتان مبارک. انشالله که یک عید پر از خوبی و خوشی کنار خانواده های عزیزتان داشته باشید. امروز شنبه اول عید قربان هست و در عربستان امروز اگر بگم 2 می است. خب انشالله که عید بسیار خوبی و خوشی کنار خانواده هایتان سپری بگید. اگر از دیگر آزاده هستین برین در آغوش بگیرین. مسلمان با مسلمان کینه نمیگه. ما امروز 15 از گوسفند ذبح میکنیم از طرف وطندارای نازنین خود. همکار عزیز سلام، عیدتان مبارک. سلام شما مبارک باشه. با دوستای عزیز سلام علیکم داریم که ما دیگه بخیر که خیر نام عزیزا و دوستا را یادآوری میکنیم در برنامه. ما هم به نوبه خود سلام تقدیم میکنیم خدمت تمام دوستان وطنای عزیز ما در هر جایی که زندگی میکنن. عیدشان تبریک باشه، خوش آرام باشن. بله، خوشی های عالم نصیبتان. ما 15 از گوسفند از طرف هموطنان نازنین خود ذبح میکنیم. گوسفند ارزانترین گوسفندی که ما اینجا خریداری کردیم 12500 افغانی است. نظر به پیسه وطندارای خود گوسفندای کلان هم خریداری کردیم که این گوسفند از سیف الرحمن عزیز است. خب اعضای بیننده، از طرف آقای صاحب گوهری از کشور امریکا که مبلغ 14700 افغانی روان کرده که ما یک گوسفند خریدیم. از طرف سید آمد از آلند که مبلغ 1,50,000 افغانی روان کرده که ما در از گوسفند برش خریداری کردیم که یک دانش امروز قربانی میکنیم. باقی ماندهش به ماه محرم و حجزایی هستند که میبرن قربانی میکنن. از طرف خواهر ما بانو فرشته از کشور کانادا مبلغ 20,000 افغانی خداوند گذشتگانشون را غریق رحمت خود قرار بده. از طرف فامیل فرشته یک گوسفند ذبح همیشه. از طرف برادر ما سیف الرحمن که مبلغ 71,000 افغانی روان کرده بودند که ما به 20 نفر 2,000 افغانی اهدا کردیم و 2 خانواده را روغن گرفتیم و باقی مانده 6 دانه گوسفنده که خب جانداره که ما تصاویرشون رو برای خودشون هم روان کردیم دیگه. نمیجه یک دانه گوسفند ذبح میکنیم. از طرف خانم قدری خداوند غریق رحمتش بکنه، فامیلش پیسه روان کرده بودن مبلغ 20,000 افغانی که دونه گوسفند خریداری بکنین، ذبح بکنین. خداوند غریق رحمت خود قرار بده بانو قدیجه. و از طرف فامیل مستوی طاهرشاه و مصباح زناب
درست گوسفند قربانی میشه که مبلغ 40,000 افغانی روان کردن از طرف خانواده موسوی، طاهرشاه و مصباح زناب. درست گوسفند از طرف از اونها است که 40,000 افغانی روان کردن. از طرف عبدالتواب 14,000 افغانی روان کردن که یک گوسفند قربانی میشه. از طرف فامیل محمد زی مبلغ 30,000 افغانی روان کرده بودند که لطف و بزرگی کردن. خداوند خیر و برکت نصیبشان بگردانه. گفته یک درست گوسفند خریداری بکن و تحفه و از باقی مانده از ثنا جان به خاطر سالگیریش که 3-4 روز بعد سالگیری دختر نازنین است. خداوند هر مسلمانی که در آرزوی فرزند است، خداوند فرزند نیک و صالح و سالم و صحتمند نصیبشان بگردانه. تحفه سالگیری ثنا جان روان کردن. خدا خیر برکت نصیبشان بگردانه. از طرف فامیل ظهوری مبلغ 20,000 افغانی روان کردن و یک راس گوسفند از طرف از اونها ذبح میشه. از طرف عبدالرسول عرب که مبلغ 11,731 افغانی روان کردن و از طرف از اونها هم یک گوسفند ذبح میشه. خداوند قبول بکنه ان شاء الله. بازم تکرار میکنیم از طرف آیسا گوهری، از طرف سید عامد، از طرف بانو فرشته، از طرف سیف الرحمن، از طرف خانم قدری، از طرف خواهر ما مادر مهربانه که نامش اینجا یادآوری نکردیم، از طرف مادر مهربان بانو ناجیه ارجمند. خداوند خیر برکت نصیبشون بگه. وقتی که زنگ میزنه قدر ناز میده که فرزندم، دلبندم، جان مادر، قند مادر. خدا حفظت بکنه مادر مهربان، شما بزرگی کردین. از طرف مادر مهربان ناجیه ارجمند که دختر بزرگوارشان بانو مشعل پول روان کرده بودن که ما از گوسفند از طرف بانو ناجیه ارجمند امروز ذبح میگیریم. خداوند قبول بگردن ان شاء الله. فامیل موسوی، طاهرشاه، مصباح و زناب از طرف از اینا درست گوسفند است و عبدالتواب یک راس گوسفند است. محمد یونس فتا یک راس گوسفند است. فامیل محمد زی یک راس گوسفند است. فامیل فامیل ظهوری یک راس گوسفند است. سلیمان سعید که $450 کانادایی روان کردن از طرف سلیمان سعید یک گوسفند است ذبح میشه. از طرف عبدالرسول عرب یک راس گوسفند هم از طرف از اونها است. بسم الله بکن. گوسفند آیشه گوهری ده که مبلغ 14,700 روان کردن. همین گوسفنده که سیاره بگیرین بخیر. بین خب گوسفنداشون همینجا هستن که تا بالا میشه مشکل نداره. به نامشون خریداری شده نمیدیم هست. بسم الله گفته. اگر پرده رکم پوش سر ببریم دمی زیر درخت ذبح بکنید. گپ است. سید نقیب آقا خودت خیبر و لباسای تو تبدیل بکن. سید مصطفی همده گوسفند از طرف آقای صاحب گوهری است. خداوند قبول بکنه ان شاء الله. بسم الله کنشه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. صبر کینی پایه. خب گوسفند او داده شده، کا داده شده، شیرینی داده شده. الله اکبر، الله اکبر. اینجا سی ساعت اینجا بیشتر اینجا. پایم بگی بچه موف نکنید. فریدون جان بطاب هستی؟ بله. مقصد جوانان میگیری سفید شده مقام گرفته نمیتونه. نه گوسفند. مهدی جان تلفن بگی هر گوسفند که ذبح میشه تصویر کشتنشون بگی که برایشون روان بکنیم که اونا مطمئن شن. ما در یوتیوب نشر کردن نمیتونیم، فقط تصویر گرفته شه. گوسفند از طرف سید عامد آقا خداوند قبول بکنه ان شاء الله. بیاریشه. که ما در از گوسفند بر از نا خریداری کردیم. این گوسفند از طرف برادر ما سید عامد آقا هست. سال گذشته بسیار با نظم بود جناب آقا صاحب سید جلیل. جانم اوگارت نکنه اینی پاشم بطی تو صبر. خیلی گشت کنم گوسفند سفید همی که ساده است از طرف بانو فرشته. خداوند تمام گذشتگانشون را غریق رحمت قرار بده. بیار دیگه بغلش کن چپش کن. بانو فرشته از کشور کانادا. یک دانه گوسفند بسیار بی‌تابی داره.
در بند پایم زد شریف جان. خداوند قبول بکنه. گوسفند بعدی از طرف سیف الرحمن، برادر ما سیف الرحمن. مصطفی جان قلم خوب بیار از خیرت. اون گوسفند که شاخ داره. این گوسفند است. گرچه با تصویرهای کلشون که گرفتیم وقت خریدن برای دوستای زار روان کردیم دیگه کلشون یک رنگ است. بازم برای من معلوم دار است. این گوسفند از طرف برادر بزرگوار ما سیف الرحمن از کشور آلمان. نام خدا خوب گوسفند قسمیام. نظرایتون بتین دیگه در مورد گوسفندا. گوسفند است که در دو ساله است. بیا دیگه الله اکبر گفته. چقدرش اینجا؟ جان در بند خود نست. از طرف برادرم سیف الرحمن قدر گوسفند قوی بود که فریدون با فرق زد اینجا. چی شد حالا فریدون؟ قوت کرد. اگه بهت که گنگس هستی میگیره. ما بر تو گفتم که گوسفند زور دو نفر داشتن میرسه. کن خوب گوسفند بود. سیف الرحمن نازنین، سیف الرحمن عزیز، خداوند قبول بکنه ان شاء الله. ما در موبایل به خاطر میگیریم که برای خود شخص زبان بگیریم حالت کشته نشه. در کامera گرفتن نمیتونیم به خاطر که کپی رایت میگیره. خداوند قبول بکنه از طرف سیف الرحمن. خب گوسفند بعدی از طرف خانم قدیری که فامیلش به خاطر خانم قدیری گرفتن. خداوند قبول بکنه ان شاء الله. این گوسفند هم خطرناک گوسفند است. این گوسفند ماشاءالله خدا قبول بکنه خوب گوسفند است از طرف خانم قدیری. سید رفیع مکم میگه که پیشتر فریدون خان به فرق زد. نه دیگه ایدگاهشون تلاش دارن کمی طرف بیاین. باش تو ما سوارم کودکشون از طرف خانم قدیری. صفا جان من قلم از خیرت. 5 از گوسفند ذبح شد. قربانی کردن گرفتار سبشن میگیره میشه که اینجا 5 سال است همین. دیگه کس بس. آها. گرفتی گوسفنده؟ بگیره فیجو. به ادامه برنامه خوش آمدید. تجربه بیننده از طرف فامیل موسوی، برادر ما طاهر شاه و مصباح زناب. فکر بکنم زناب نام دیگری هست. از طرف فامیل موسوی خداوند قبول و مقبول بکنه ان شاء الله. طاهر شاه، مصباح و زناب. دور از گوسفند ذبح میکنیم از طرف خانواده موسوی. بسم الله بکنین بخیر. این دور از گوسفند از طرف خانواده موسوی است. مزید خودت از طرف تصویرش داشته باش که از طرف خانواده موسوی دور از گوسفند است. استاش جای نمیده من خبر دید کمک. مادر مهربان، مادر دزدداشتنی، خداوند شما را حفظ بکنه. محبت شما، همون ناز دادن های شما هر لحظه به یادم من گوش های من می نوازه. قربان محبت شما، خداوند شما را حفظ بکنه. از طرف مادر مهربان، مادر دزدداشتنی ناجیه ارجمند که دختر مهربانشان بانو مشعل پول روان کرده بودن از سویدن. امی گوسفندک سیاه مربوط از نامشه که ویدیوشون رو روان کردیم. ببرینش به طرف جایی که گپ دوستا کشتارگاه که ذبح بکنیش. بسم الله گفته ببرش. این گوسفند از طرف بانو ناجیه ارجمند مادر مهربان ما که مشعل دختر مهربانشون پول روان کرده بودن. ما امروز به نام از راز ذبح میگیریم. خداوند قبول بکنه ان شاء الله. مهدی جان امروز تصویرش داشته باش. گوسفند از طرف عبدالتواب ذبح میکنیم که
امی جان برای ما پول روان کرده بودن. گوسفند عبدالتواب خانهش آباد، خداوند قبول بکنه قربانیشه. این می گوسفند عبدالتواب است، ببریش بخیر. فریدون خان این می گوسفند کش کو میره ببریش دیگه در کشتارگاه برین بخیر. گوسفند عبدالتواب بغلش کو نازش بده. قربانی داریم از طرف برادر بزرگوار ما سلیمان سعید از کشور کانادا و این گوسفند مربوط برادر ما سلیمان سعید میشه، ببریشه. قربانی از طرف برادر ما یونس جان فتا، ببریده. گوسفند از طرف یونس فتا. رفیع جان ببره میره از خیرت. ببرش ماشاءالله. ناز داده ببرش. آفرین. برو بخیر. نام خدا خوب گوسفند جای جان تصویرش هم داشته باش. هر گوسفند که میبره یک تصویر کلی هم داشته باش ازش. برو صادق قصاب. برو بخیر. قربانی داریم از طرف خانواده محمدزی. باز هم جدا تشکری بکنیم از تحفه ارزشمندشون که به خاطر سناجان به خاطر سالگیریش روان کرده بودن و این گوسفندک هم از طرف خانواده محمدزی قربانی میشه. سید رفیع آقا ببرش و کشتن هم که از طرف خانواده محمدزی بگو که تصویر کشتنش هم مهدی جان با دوستا شریک بسازن. جای جان خودتون اونجا که چپه میکنه و تصاویرش داشته باش بر دوستا. قربانی داریم از طرف خانواده زهری. خداوند قبول بکنن ان شاء الله. همین گوسفنده که بگی گوسفند لنده هزارگی چپش کده این بغلک. اینی 13مین گوسفند است که ذبح میشه. اونو گوسفند از طرف خانواده زهری است. برو بخیر. رفیع از خدا طرف خان بسم الله کال خوب شد که مرا کوگار نکرد کار. رفیع از طرف خانواده زهری بگو که تصویرش کشته شد. خانواده زهری خداوند قربانیشون رو قبول کنه. و گوسفند نمبر 14 از طرف عبدالرسول عرب. این گوسفند از طرف عبدالرسول عرب ذبح میشه. نمبر 14 از طرف عبدالرسول عرب ذبح میشه. بسم الله بکنید و فردا یک شنبه دوم عید قربان پنج از گوسفند که اونجا است شریف جان. جای جان گوره دوستا گفتن که روز دوم عید قربانی بکنین. ببینید که اولیگه که مرا خراب کردم یک روز. نه درخت ماند و نه گل بوده. عبدالرسول عرب. رفیع جان ببرش کمی بسیار ور خطا بود. برنامه خوش آمدید عزیزای بیننده. سپاس بیکران که تا این دم بیننده برنامه ما بودین. خداوند قبول بکنه کسایی که رفتن به طرف حج انشالله که دعای خیر کرده باشن به تمام مسلمان ها. خداوند قربانی هایتان قبول بکنه. ما امروز 14 راس گوسفند قربانی کردیم که 24 راس گوسفند خریداری کرده بودیم. 10 راس گوسفند دیگر انشالله روزهای بعدی و 4 راس گوسفندم روان کردیم برای یک عزیز ما که برش خریداری کرده بودیم. خودشان باز ذبح میکنن. از طرف جناب محترم آقای صاحب گوهری یک گوسفند از امریکا. از طرف سید حامد از آلند یک راس گوسفند. از طرف بانو فرشته از کانادا یک راس گوسفند. از طرف سیف الرحمن از آلمان یک راس گوسفند. از طرف خانم قدیری یک راس گوسفند. از طرف مادر مهربان ناجی ارجمند یک دانه گوسفند. از طرف خانواده موسوی طاهرشاه و مصباح زناب 2 دانه گوسفند. از طرف عبدالتواب یک گوسفند. از طرف یونس فتا یک گوسفند. از طرف فامیل محمدزی یک گوسفند. از طرف فامیل زهری یک گوسفند. از طرف برادر بزرگوار ما سلیمان سعید یک گوسفند. از طرف عبدالرسول عرب یک گوسفند که جمله شد میشه 14 تا. جای جان تصویر 1 2 3 4 5 دوستا هم بتونن که حساب بکنن. رفیع حساب که باقی مانده شه 6 7 8 9 10 11 12 13 اونیشون 14 او هم 14. سید مهدی رو روان کردیم که ترازو رو بیاره. ما یک کیلو جابجا میکنیم. اینه که به این اندازه 1 کیلوی خوب است که به خانه ها همی بیش از 100 150 خانواده رو ما میتونیم که از این گوسفند مستفید شیم. زیادتر میشه. خوب شد که محترم جنراتور خود همسایه خاموش کرد. صدای ما شفافتر و راحتتر نار میشنوید. دیگه 14 از گوسفند از طرف 13 هموطن ما
ذبح کردیم. خب یکیش 2 تا گوسفند ذبح کرده بودن دیگه. خداوند خیر و برکت نصیبشون بگردونه. بسم الله خدا استاد دیگه توتک و 1 کیلو سید مهدی این انرژی رو آورد. بیار یک تا انرژی هم بر دوستا بده. سپاس بیکران از شما خوبانه که تا این دم بیننده برنامه ما بودین. با کامنت های زیبایتون و با پیام هایی که دوستا عزیزا تا فی الحال برای من روان کردن بسیار بسیار ببخشید که جواب دادن نتونستم به دلیل از اینکه در ثبت برنامه و قربانی هایی که وطندارا کردن با بنده مورد اعتماد قرار دادن و ما هم از طرف از اونا قربانی کردیم. به اون خاطر جواب دادن نتونستیم. بسیار ببخشید. ان شاء الله با امید پروردگار عالمیان به فرصت یک شما عزیزایی که پیام کردین جواب میدیم. ممنونتان. ما هم به نوبه خود عید از صمیم قلب براتون مبارکباد میگم. ان شاء الله که عید پر از خوبی پر از خوشی در کنار خانواده ها و عزیزایتان داشته باشید. همون که میگه هر بی وطن به یاد وطن گریه میکند. خداوند مسافرای ما را آرام داشته باشه. در هر کشوری که زندگی میکنن خوش و خندان باشن. استاد قصاب سید جلیل آقا دین به گردنت است. گردنت بسته میشه. عادلانه قبرها را جدا ماندیم. اینا را فقط کو 1 کیلو ما دنبه نماندیم. راستی دنبه را بیاد توتک کنه. نه سایکو دنبه را بیاد توتک کن. خودت یک توتک دنبه بار و 1 کیلو هم گوشت در زیدام بگذار. بگی اونم توتک بکن. خب دنبه را توتک میز برم. اینجا توتک بکنین. 1 توتک دنبه بارین و ما گوسفندا را ذبح کردیم. خوب است که یک بار دیگر هم یادآوری بکنیم. 14 گوسفند از طرف کدام شخصیت هستیم. کتاب شک مرا آسیب شما بدین. یکی کارتز میکنه، یکی توته میکنه، یکی تور میکنه. خب به هر صورت خداوند خیر و برکت نصیب بگردونه. پیشتر که ما نامخوانی کردیم از آغاز بود و حالا از آخر کتابچه شروع میکنیم. از طرف عبدالرسول عرب 1 گوسفند. از طرف برادر بزرگوار سلیمان سعید 1 گوسفند. از طرف خانواده ظهوری 1 گوسفند. از طرف فامیل محمدزی 1 گوسفند. از طرف یونس فتاح 1 گوسفند. از طرف عبدالتواب 1 گوسفند. از طرف خانواده موسوی طاهرشام و مصباح زناب 2 گوسفند. از طرف مادر مهربان ناجیه ارجمند که دخترشان بانو مشعل بوده فرستاده بودن و گوسفند از طرف بانو ناجیه ارجمند که مادر مهربانشان از ذبح شد قربانی شد. از طرف خانم قدری خداوند غریق رحمت خود قرار بده که فرزندش پول روان کرده بودن به خاطر مادرش قربانی کردن. از طرف سیف الرحمن 1 گوسفند. از طرف بانو فرشته 1 گوسفند. بانو فرشته به خاطر گذشتگانشان خداوند غریق رحمت خود قرار بده 40,000 افغانی روان کرده بودن که ما چند قبل 1 گوسفند ذبح کرده بودیم. اونها 1 گوسفند گفتیم خوب است که در خود قربانم 1 گوسفند خریداری بکنیم و ذبح بکنیم. از طرف بانو فرشته 1 گوسفند. از طرف سید احمد در از گوسفند که یکش قربانی کردیم. 4 گوسفند یک عزیز ما بردن. 5 گوسفند دیگهش پیش ما هست. 4 تا به خاطر ماه محرم است که اونا رو میبرن دوستا. باز یکی دیگه در ماه محرم در یکی از مساجد به نام خدا ذبح میکنیم و خداوند توانایی بده بتونیم مظهر خدمت برای وطندار ناظرین خود باشیم. از طرف آقای صاحب گوهری هم 1 گوسفند دیگه مسئولیت گذاشتیم به دوش سید جلیل که دنبه گوشت 1 کیلو بونه. سید جلیل ما پیشتر گفتن پاکت بکن. این مسئولیت من نمیگیرم. گپ ساده نیست. بسیار مسئولیت داره این کار. مسئولیت میگذاریم به دوش خودت. 1 کیلو در پاکت ها جابجا بکن. در موتر میاندازیم. تصاویرش میگیریم و برای نیازمنداش اهدا میکنیم. خداوند قبول و مقبول بگردونه ان شاء الله. با کارتون ادامه بدید.
اول تر از همه سلام تقدیم میکنم به تمام دوستا. عید تبریک میگم به تمام دوستا. به خاطر دوستا خواهش کرد اگر بر سر تابوت من گریه نکن ای بی‌وفا، من جوان نامرادم این بود تقدیر من. به 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 به. شادمانی را ندیدیم در جوانی لحظه من جوان نامرادم این بود تقدیر من. امروز که نوبت جوانی من است، می نوشم از آن که کامرانی من است. عیبم مکنید گرچه تلخ است خوش است، تلخ است از آن که زندگانی من است. در جوانی توبه کردن خصلت پیغمبری است ورنه در پیری گبر تقوا می شود. چون گدای بردر تایم بازاران امید، دست خالی زشت باشد بوسه خیراتم کنی. بله، ناسزا و زشت گفتن نیست کار عاقلان، از برای نرم گفتن شد زبان می استخوان. ماشاءالله خوب اشعار بلد بوده، ناقید دیر خودم می آورده. بچه بسیار سنگین، پهلوان بسیار خوب. خداوند خیر و برکت نصیبش بگردانه. من که میگم دستم طول نیست که 1 کیلو ماندین، 1 کیلو 300 گرم. نگین که ما قصایی بسیار ورزیده هستیم و 10 سال 15 سال قصایی میکنیم. نه چرا خیره؟ شریف بگو یکان چیز برای جان. شریف جان بگو شریف جان. شریف جانی را بگی. خدا خلیفه فریدون امروز خود چندان کارم نکده. قرآن تکه و پرچه شده نه کار نکده. چی که دیو بدر؟ نه کده کالای واوایی خود آمد، کده کالای واوایی خود میره. خود بدر کالای من ملقت چرب شده که تو با. و ما قبرغار یک جا کردیم گوشت یک جا کمک جاتر شد چی برای مهدی جان چند خریده شده باشه لالای؟ مهدی جان بسیار زده شده. بله هنوز 2 گوسفند مانده. بسیار بالا. خب دوستان تصاویر شما ببینید، باز هم در خدمت شما خوبان هستیم. خوش آمدید به ادامه برنامه. بازم از عزیزای خود تشکر میکنیم، لطف کردن. خیلی هم گرسنه شدن، ساعت 4 عصر است، از صبح تا بال زحمت کشیدن و اینجا گوشت ما خریده کردیم. 280 خریده شد و در ضمن هر هموطن ما که در پشت دروازه آمد ناامیدش نساختیم، یک کیلو گوشت هم برشان اهدا کردیم. سلامت باشین. شما بفرمایید. و اینا را هم دین میندازیم به گردن عزیزا و همکارای ما که ببرن برای نیازمندای اهدا بکنن. در 2 موتر جابجا میکنیم، 2 نفر 3 نفر در موتر باشه، در جاهای مختلف خانه هایی که نیازمند هستند پشت خانه ها آورند. در داخل موتر جابجا کردن شاید تصاویرش میگیریم، جابجا کردن حرکت کردن، اما نمیتونیم که 280 نفر بدیم و یک تصویر بگیریم، نزاکتا خوب نیست. مسئولیت چه به عهده سید شریف و محبوب زاهد. بیا محبوب جان میاندازیم دین به گردن اینا هستند که برای نیازمنداش برسونن و همچنان سید رفی، مهدی و جاهد یک طرف میره، ما سید مصطفی و لالا فریدون به سمت دیگر میریم، یعنی در 2-3 موتر جابجا کرده میبریم، اهداش میگیریم. نان نوش جان بکنیم و از قربانی دیگر لذت داره. بله ریزه بکن. جابجا کرده میبریم. مهدی جان بشی لالای. مصطفی بیا دیگه بخیر. بیا خودت نان بخور. ما نان نوش جان بکنیم، تصاویر در موترها که جابجا کردیم رو میگیریم، با شما شریک میشدیم. بیاین که یک جا تصاویر گوشت هم ببینین و که ماشاءالله در هر خریده 1 کیلو جابجا شده.
وطندارای نازنین ما گوسفندار را ضبط کردیم توته کردیم در این موتر 100 خلیطه جابجا کردیم که زیر چی میگنش زیر پا از دیگه زیر پای و این هم موتر بعدی درویش هم دستمال انداختن 100 خلیطه در اینجا است راست اینجا جای نشد 100 خلیطه اینجا اینجا جا کردیم سیب پشروی و داله مارا مانده است. خب عزیزی بیننده ما وظیفه ماست رسالت ماست در اینه که بقدر ما انداختیم میبریم برای نیازمندای خانه به خانه کوچه به کوچه منطقه به منطقه تیم توزیع شدیم 2 نفر 3 نفر در هر موتر میبریم اهتمام میگیریم خداوند از طرف شما قبول بکنه این دو برنامه قربانی امروز تا دیدار بعد بودن در خدمت قرار میگیریم ما را به خداوند یک تا بیاد تا میسره الان یارم در کار بریم